درود بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز سه‌شنبه 6 ایول. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. یک وکیل مدافع در تاجیکستان میگوید برای بازنشر یک مطلب در شبکه اجتماعی 7 سال زندان کردن زیر حمایه‌اش عادلانه نیست. بعد اشغال مناطق شمالی در افغانستان از سوی طالبان، نیروهای حکومتی به حمله جوابی آمادگی میگیرند. تا وقتی که قدرخون داریم ای ملت ای خاک دفاع میکنیم و ایستاد. حیات در دهات مرزی ناحیه اسفره به تدریج آرام می شود، ولی نگرانی های ساکنان از تکرار ناآرامی ها هنوز باقی است. او روز استون میخ زد و تق تق گفته نبریچه ها ترسید. رستم ممجانوف، یکی از فعالان حزب دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت، با اتهام بازنشر نوار سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد. دادگاه او را به آن ایبدار کرده است که چند نوار سخنرانی شراف‌الدین گدایف، یکی از فعالان مخالف آن را در شبکه اجتماعی فیسبوک بازنشر کرده است. وکیل مدافع او قرار دادگاه را ناعادلانه خوانده میگوید ممجانوف از سازمان‌های ممنوع پیروی نکرده است. جزئیات بیشتر این قضیه در گزارش شهلای عبدالله و مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه. رستم ممجانوف 59 ساله ماه مارس سال روان از سوی مأموران کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت شده است. اتهام اساسی نسبت او پهن کردن نوارهای سخنرانی شراف‌الدین گدایف، یکی از فعالان مخالفین می باشد. هرچند وکیل دفاع باور دارد که ممجانوف از ندانستن قاعده استفاده فیسبوک این کار را کرده و تا بازداشت پشیمان شده بود. با همین شبکه نقطه شبکه تلفنی میگافون رفته با کی پیشنهاد میکنن که همین سایتی که خارج کنن. خیلی کارگران چی توصیه میکنن، اجرا میکنن، چی خارج میکنن. بعد 2 روز با همون پیدا میشد، باز میبیان بر همون نقطه تلفن موبایلی میگافون، شرکت میگافون، باز همین میکنن که این واپراگی خارج که اگر که در حالتی که شما نخواهید هم صحبت شدن دیگر همین تگمچه زیرین رو وای میکنن، زیر میکنید و نیست میشه. شراف‌الدین گدایف که حالا در اروپا پناهنده است گفت رستم ممجانوف را نمیداند. شبکه یوتیوب در برنامه‌های ما از 3000 تا 10000 شنوندگان لایک می‌گذارند. معین کردن شخصیت آنها امکان ناپذیر است. رستم ممجانوف یکی از تأسیس دهندگان حزب دموکرات در ولایت سوخت در سالهای 90 می باشد. با کمک او حزب دموکرات در دوشنبه و خوجند صاحب دفتر کاری شده بود، ولی حالا در پرونده او به تکرار آمده است که ممجانوف 1 سال اخیر عقیده های گروه های مخالفین در خارجه را در فیسبوک تبلیغ کرده است. وکیل دفاعش تلاش دارد که این اتهام را رد و بیگناهی ممجانوف را اثبات کند. حکمی ناعادلانه سود سینا روزی نمی باشیم و شکایتی کاساتسیونی منظور سودی بالایی همه وجه‌هایی که ممکنه بنابر من فکر میکنم که عموما در حرکت‌های ممجان رستم احضای ماده 307 نشانسی که آمده است که وقتی که شخص قطعاً از صادر کردن جنایت دست میکشد، خب و باعثی از جوابگری جنایتی آزاد شدنی گموار شده داشته نمیشود. رستم ممجانوف یگانه نفری نیست که برای لایک گذاشتن یا بازنشر مطالب در فیسبوک زندانی می شود. سالهای قبل نیز چندین نفر به آن خاطر زندانی شدند که با گفته مقامات در زیر نوار سازمان‌های ممنوع لایک گذاشتند. سازمان‌های حامی حقوق بارها از حکومت تاجیکستان برای این کار انتقاد کردند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. 125 سرباز افغانستانی که روز 4 ایول از خواهان افغانستان به ناحیه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان شورآباد سابق عقب نشینی کرده بودند به فرودگاه شهری کولاب آورده شدند. گفته می شود از این فرودگاه نظامیان را به افغانستان میفرستند، اما سربازان افغان میگویند هنوز معلوم نیست آنها را کی و به کجا از این فرودگاه انتقال میدهند. در همین حال همکارم میرزانبی خالقزاد گزارش میدهد که حالا نیروهای دولتی افغانستان به حمله جوابی بر ضد طالبان سلاح به دست آمادگی میگیرند.
بعد حمله ناکام طالبان به شهر طالقان، نیروهای حکومتی به حمله جوابی آمادگی میگیرند. در این باره روز دوشنبه سخنگوی والی ولایت تخار خبر داد. خط نخست دفاعی شهر طالقان در دروازه غربی شهر طالقان است. خط نخست نیروهای دفاعی و امنیتی ما دقیقاً در همینجا قرار دارد. طالبان مسلح از دیروز تا نصفهای شب بسیار تلاش کردند که کمربند شهری را بشکنند و وارد شهر طالقان شوند که با مقاومت شدید نیروهای دفاعی و امنیتی ما مواجه شدند و اینها با یک روحی بلند و احساس وطن دوستی که دارند توانستند از این ساحه و از این کمربند شهری مخصوصا دروازه غربی شهر طالقان دفاع بکنند. حالا نظامیان کوچه های شهر و گرد و اطراف آن را محافظت می کنند. طالبان بیشتر مناطق شمالی تخار را اشغال کرده تلاش دارند به پایتخت آن برسند، اما نیروهای افغان و مردم آسایشته تا حال مقاومت نشان می دهند. ما یک اسکر اردوی ملی هستیم، ای خاک خود، ای وطن خود، تا وقتی که قدرخون داریم، ای ملت، ای خاک دفاع میکنیم و ایستاد هستیم و 5 سال هم میشه اسکریم. هیچ وقت در مقابل دشمن ما هیچ وقت شکست هم نمیخوریم. اخیراً حرکت طالبان نظارت 6 ناحیه کلیدی ولایت همسایه بدخشان را که با تاجیکستان و چین هم مرزند به دست آورد. بعد این بیش از 1000 سربازان افغان به آن سوی مرز فرار نمودند. جنگ ها در این کشور که چند هفته باز ادامه دارند، بعد آن آغاز یافت که جو بایدن پرزیدنت امریکا به خروج نیروهای این کشور از افغانستان پرداخت. طالبان علیه تقریبا 4/1 کشور را تصرف کردند که در منطقه نگرانی جدی را به بار آورده است. موضوع افغانستان را ادامه می‌دهیم. در افغانستان با وجود آنکه که چند روز اخیر بسیاری از ولسوالی‌های شمال این کشور به دست سلاح به دستان طالبان گذشته است، اداره و نهادهای حکومت افغانستان فعال میباشند. از جمله اداره مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و کشف و محو کردن مخدرات در منطقه‌های زیر نظارت دولت مشغول است. شهلا گلخواجه موضوع را ادامه می‌دهد. اداره مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان میگوید روز 1 ایول 67 تن مواد مخدر را محو کرده است. خبرنگاری ریترز از جای حادثه اطلاع می‌دهد که از جمله افیون، حشیش، مواد مخدر صنعی، مواد کیمیایی ضروری برای کار کردن مواد مخدر و نوشاکی اسپریتی به کام آتش کشیده شدند. نماینده اداره سازمان ملل متحد در امور نظارت بر گردش مواد مخدر و جنایت‌های متشکلانه تاکید می‌کند که این نهاد یک برنامه مبارزه با کشت و استحصال مواد مخدر در افغانستان در سال 2021-2025 را تهیه می‌کند. این عمل شهادت دستگیری سازمان ملل متحد از تلاش‌های حکومت افغانستان در مقابله با قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های متشکلانه و تمام شکل‌های تروریسم است. در 10 سال گذشته اداره سازمان ملل متحد در امور نظارت بر گردش مواد مخدر و جنایت‌های متشکلانه قاطعانه از مبارزه حکومت افغانستان با معاملات غیرقانونی مواد مخدر پشتیبانی کرده است. در 10 سال گذشته افغانستان در تولید و گردش تخمیناً 85% مواد مخدر غیرقانونی سراسر دنیا که سرچشمه ناآرامی‌ها و آشوب، جنایت‌های فرامیلی، استعمال مواد مخدر و افزایش سرایت HIV سپید میباشد سهم داشته است. منصبداران افغان هم تصدیق میکنند که معامله غیرقانونی مواد مخدر در ناآرامی افغانستان سهمگذار میباشد. مخدره توکی که مختلف انواع لري. نمودهای گوناگون معاملات با مواد مخدر سببگار ناآرامی، افزایش جنایتکاری و تحکیم گروه‌های مافیایی افغانستان میباشد. او د مافیایی باندونو د تقویه باعث شوی. چندین سال این جانب افغانستان کلانترین صادرکننده افیون در عالم به شمار رفته تا 90% افیون خام در این کشور استحصال می شود. طبق نوشته خبرنگاری ریترز اخیراً در افغانستان هزارها تن مواد مخدر استحصال شده است که از تقاضای سراسری خیلی بیشتر می باشد. از مناقشه خونین مسلحانه میان تاجیکستان و قرقیزستان 2 ماه سپری شد، اما آثار آن هنوز باقی است. ساکنان میگویند بر ضمن تلفات مالی و جانی این مناقشه روی روح و روان مردم خصوصا طفلان آثاری بدی گذاشته است. کودکان حتی صدای میخکوبی بالغ را تیرپرانی میپندارند و میهراسند. همکارم فرزان محمدی با ساکنان دهه‌های نزد مرزی صحبت داشت
و این گزارش را تهیه کرد. پس از 2 ماه مناقشه مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، مرزی‌ترین دهه‌های شهر اسفره امروز ظاهراً آرام به نظر می‌رسند، ولی ساکنانش میگویند هنوز هم آثار آن رخداد سنگین باقی مانده است. ترس چه نبوده است. ترس خوب بینید کودکا حالی هم میترسه. او روز استون میخ زد اوسیان تق گفته نبریچه ها ترسید. یعنی که حالی هم در دلشون هستن خلوگو اومدن بو وای کردن. حالی هم هست. زمیره شمس‌الدین و ساکن دهه خواجه علا تا زمان مناقشه اخیر مرزی به فروش متاع مشغول بود و در حادثه اکثر مال و کالایش به کام آتش رفت. هرچند مقامات خانه‌اش را بازسازی کردند ولی هنوز هم به کار تجارتیش شروع نکرده است. بار می‌آوریم می‌فروختیم، حاضر اینجا برمده پرتفته برمده رفته نمیتونیم یا آور خانم مانده نمیتونیم. چون واقعا یگان با نقشی روی میدهند یگان بعدی روی میدهند گفتم من خیلی همه قدر من بود. اکثر ساکنان دهه‌های مرزی به کار کشاورزی مشغول هستند و یا قسمی از مردان خانواده به مهاجرت مهنتی می‌روند. کشاورزان دهه خواجه علا میگویند هرچند بحث و مناقشه ها به سر آب رخ داده بودند ولی هنوز هم مشکل آب وجود دارد. طرف بالا با آب نیست، نیولا شدگی مردم نسوس کرده از جای توشکو بکشیده از پایانده بالا کانال است و گذشته کردن ممکن نیست، نمیمونه. در همین حال یک ماه پیش ساکنان دهه سامانیان با کمک صاحبکاران یک پایگاه آبکشی نصب کردند و امید دارند من بعد با همسایه‌هایشان برای آبگیری بحث و مناقشه هایشان کاهش خواهد یافت. آبی که بعضی وقت مکان میکنه آب بودن هم نمیشن اینجا. هر طرف پای رفتیم اورالا کتی گیتیم میاد ماشینا کتی. نکو بعد گفتیم برآورد نه همچین نقش است. دهه سامانیان و خواجه علای جماعت چارکو 2 ماه پیش مکان اصلی مناقشه مسلحانه بود و حالا ساکنان پی برقرارسازی آخرین خسارات مالی آن رخداد هستند. درگیری‌های مرزی روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از 2 جانب ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. هر دو جانب یکدیگر را در سر زدن مناقشه اخیر عیبدار می‌کنند و این مناقشه مناسبت 2 کشور را سرد کرد. با این وجود ساکنان در منزل‌هایی که تخریب گشته و دوباره بازسازی شد به زندگی شروع کردند و امیدوار زندگانی آسوده و آرام هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. بینندگان عزیز، درباره احیای بعد جنگی دهاتی نزد مرزی اسفره رادیو آزادی فیلمی مستندی زندگی در واروخ پس از جنگ در مرز را به نوار گرفت که در صفحه آزادی ویدیو میتوانید آن را تماشا کنید. در ازبکستان پوشیدن حجاب و یا سر و لباس مذهبی را در جایهای جمعیتی اجازت دادند. شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان شکل نوی قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی را امضا کرد. در شکل نوی قانون دیگر بندی منع بودن پوشیدن لباس‌های مذهبی و دینی در مکان‌های جمعیتی اختصار شده است، اما گفته می شود طلبات به شکل لباس کارمندان دولتی با نظامنامه داخلی هر نهاد حکومت تنظیم کرده می شود. قبلا این قانون که در زمان حکمرانی رئیس جمهور اسلام کریموف قبول شده بود به برکردن لباس مذهبی به استثنای خادمان دین در جایهای جمعیتی را منع می کرد. برای ویران کردن این بند قانون مقامات شهروندان را جریمه و یا برای مدت حبس می کردند. در شکل نوی قانون که همکنون میرزیویف امضا کرد سبکی های دیگر در تأسیس اتحادیه دینی از جمله مسجدها جاری کرده شد. بینندگان ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی را در آزادی ویدیو می توانید ببینید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.